هرچند فعالان حقوق زن و نهادهای حامی زنان در کشور همواره از حضور کمرنگ زنان در نهادهای امنیتی به ویژه در ارتش و پلیس ابراز نگرانی کرده اند، اما چالش‌های نیز در برابر جذب بانوان در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشته است. باورهای نادرست حاکم بر جامعه، عدم حضور بیشتر آموزگاران زن در نهادهای تعلیمی و تربیوی در نهادهای امنیتی از مهمترین مانع بر سر راه فعالیت زنان در نهادهای امنیتی خوانده می شود. ولی با اون هم طبقه اوناس بر ما باشه بسیار خوب است، چون از همجنس ماست دیگه، ما همدیگر رو بیشتر درک میکنیم و ما بیشتر با همدیگر عادت داریم. خوب است حضورشان باشه زیادتر، خوب است. ساحه‌ای که ما درس میخوانیم تعداد از اساتید زن بسیار کم است، دیگه اساتید مردانه بسیار زیاد هستند. از این لحاظ میتونن که فامیل ها بالای امی دخترای خود اعتماد کرده و روانشان کنند. هرچند در تشکیل نیروهای امنیتی نوپای کشور حضور بانوان هنوز هم کمرنگ می باشد، اما با آن هم حضور بانوان در ساختارهای نظامی کشور برای تأمین امنیت مهم دانسته می شود. ما قسم که تعلیمات دیدن، تعلیمات نظامی را ما هم دیدیم، پس بنابراین ما میتونیم که در پالوی اونا دوش به دوششان قدم به قدم پیش بریم و با دشمنای وطن مبارزه کنیم و از وجب خاک خود دفاع کنیم. با این همه مسئولان اکادمی ملی نظامی از سهولت‌های بیشتر برای بانوان در این اکادمی خبر می‌دهند. زمینه‌های مفید و زمینه‌های بسیار خوب تعلیمی و تحصیلی برای دختر خانم‌ها و پسرهای افغانستان کاملا در پوهنتون دفاعی ملی مارشال فارم وجود داره و با اعتماد کامل در دوره‌هایی که ما تقاضا می‌کنیم و دعوت می‌کنیم میتونن که دخترای خود و پسرهای خود یک جای برای تحصیلات بفرستند. با روی کار آمدن فصل نوین سیاسی در کشور زمینه برای فعالیت زنان در بخش‌های مختلف فراهم شده و در این مدت بانوان توانستند در بخش‌های مختلف دستاوردهای چشمگیری داشته باشند.